به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. و بعد السلام علیکم بینندگان شبکه امان در میدیا. امروز خواستم درباره دوست کمی صحبت کنم. یک زمان ها دوستی خیلی زیاد داشتم، خیلی زیاد. من نمیدانستم که آنها بی‌وفایند. آنها در وقت سبکی زندگی در کنارم بودند، ولی بعدنی زندگی چهره آنها را به من نشان داد. من هیچگاه از آنها نمی رنجم، برای آنکه آنها باقی دوست شدن را به من آموزانیدند. چنانه گفتند دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. بنده با شما بودم، سید محمد.